یار خوب همه ماجراست؟ یار خوب همه ماجراست. و یار خوب به دست آوردنیه یا ساختنی؟ ساختنی. ببین شما یه جایی در شروع رابطه یه عشق فیزیولوژیکی داری، 6 ماه اول عالم هپروت و نمیدونم شب تا 3 صبح تلفنی حرف بزن و بعد 6 ماه که هورمونا نشست و فروکش کرد، از اونجا به بعد تازه قصه عشق شروع میشه. یعنی شما دو تا آدم با نیازهای متفاوت وارد یک چرخه مداوم نیاز پاسخ میشید. من یک نیازی دارم، شما باید پاسخ بدی، شما یک نیازی داری، من باید پاسخ بدم. دو تا آدم نمیان توی رابطه که همدیگر رو کامل کنن و شما از زمانی که تصمیم میگیری در یک رابطه بلند مدت باشی باید هر روز رصد کنی. شما اگر میخوای عشق رو تازه نگه داری، شما باید هر روز رصد کنی، ببینی که آیا همچنان مثل روز اول اون عشق هست، همچنان دوستت داره یا نه. امروز من نیازاشو برطرف کردم، امروز من باهاش هم مسیر بودم، هم فکر بودم، اون برای من چیکار کرد، من برای اون چیکار کردم، اون چه از خود گذشتگی کرد، من چه از خود گذشتگی کردم.